2 مارس سال 2004 بود که به یک بار سلسله ای از حملات فرقه‌ای و بمبگذاری بر علیه شیعیان تو عراق شروع شد. حملاتی که شامل 5 انفجار میشد و بین کربلا تا کاظمین رخ داد. اونم درست تو روز عاشورا که برای شیعیان روز خاص و عزیزیه و میلیون ها نفر از سراسر جهان توش شرکت میکنن. حالا این آتیشه از گور کی بلند میشد؟ ابو مصعب الزرقاوی، مرد شماره 1 داستان ما که به نوعی بنیانگذار داعش هم محسوب میشه. زرقاوی که از شیعیان نفرت عمیقی داشت، تو مهمترین مناسبتشون یعنی روز عاشورا 2 نفر از گردانهای خودش رو انتخاب کرد تا کمربند انتحاری ببندند و تو این عملیات شرکت کنند. این 2 نفرم با کمال میل قبول کردن و با ورود به لابلای جمعیت عملیاتی انجام دادن که منجر به کشته شدن بیش از 275 نفر و زخمی شدن بیش از 750 نفر شد. اما این عملیات تنها نوک کوه یخ به حساب می اومد و سلسله ای از حملات ویرانگر انتظار مردم منطقه رو می کشید و زرقاوی با نفرت تمام وارد میدون شده بود تا با رفتارهای تکفیری احساسات سنیان رادیکال رو بر علیه شیعیان و آمریکایی های منطقه تشدید کنه و با جنگ مذهبی که به راه میندازه خلافت یک پارچه اسلامی به وجود بیاره. اینو میشه به وضوح تو نامه‌های زرقاوی به بن لادن احساس کرد. ولی خیلی زوده که به این ماجراها اونم تو مقدمه ویدیو بپردازیم، چون قراره مثل همیشه بریم و از اول شروع کنیم و در طول مسیر به سوالاتی مثل این که ابو مصعب الزرقاوی کی بود، چه هدفی رو دنبال میکرد، از جنگ مذهبی چی عایدش میشد و در نهایت چطور توسط آمریکاییان کشته شد روی نقشه پاسخ بدید. پس ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید، چون قراره تو ویدیوی بعدی بریم سراغ سرگذشت و نحوه شکار استاد بزرگ ابوبکر البغدادی که یه جورایی داستان امروز ما به اونم مربوط میشه. داستان امروز ما از کشور اردن، استان زرقاو و محله فقیرنشین المعصوم تو سال 1966 شروع میشه. جایی که بچه‌ای به اسم احمد فاضل الخلایله تو خانواده‌ای با وضاعت پایین به دنیا اومد. یه خانواده پر جمعیت 10 نفری که توش هیچ کس دنبال دردسر و حاشیه نبود و زندگی آرومی رو سپری میکردن. باباش تو اردن خدمت میکرد و مادرش هم یه زن خانه‌دار صاف و ساده بود با 7 تا دختر و یه پسر. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که احمد فاضل یا همون ابو مصعب الزرقاوی خودمون تک پسر خانواده است و هیچ برادری هم نداره. اون از بچگی آرزوی اینو داشت که بتونه درس و تحصیلاتش رو ادامه بده تا بلکن مثل باباش یه روزی بتونه تو ارتش اردن خدمت کنه. ولی همونطور که محله‌های فقیرنشین آرزوهای خیلی‌ها رو نابود میکنه، مسیر زندگی احمد رو هم به مرور زمان تغییر داد. از همه بدتر این که وقتی 13-14 سالش بود باباش هم فوت کرد و قوز بالاقوز شد. حالا تو چنین شرایطی که تنها پسر خانواده محسوب میشد، چاره ای نداشت جز این که بیخیال آرزوهاش بشه و با ترک تحصیل بره سر یه کاری تا شاید یه گوشه ای از هزینه‌های خانواده پرجمعیتشون رو بتونه تأمین کنه. اون 14 تا 17-18 سالگی رو با شغلای دم دستی گذرون، بعدم به عنوان کارگر شهرداری استخدام شد. اما هیچ کدوم از اینا شغلایی نبودن که بشه خرج خانواده رو تأمین کرد. حتی خرج خودش هم به زور میتونست درآره. کسی هم تو دور اطراف نداشت که بتونه کمکش کنه یا حداقل سر یه کار درست درمونتر ببرتش. پس مشکلات این چنینی با چاشنی زندگی تو محلات پایین دلیلی شد تا کم کم پا تو مسیر جرم و جنایت بذاره. چون یه ذره هم جوون کله شق و عصبی به حساب می اومد، اولین جرم و جنایت هاشو با خفگیری و سرقت شروع کرد و کم کم به جایگاهی رسیده بود که نقش شرخر رو تو دور اطراف بازی میکرد. یعنی هر کی واسش مشکلی پیش می اومد زنگ میزد به این بابا تا بیاد سر و ته قضیه رو هم بیاره. یه پولی هم آخر کار میذاشتن کف دستش. این جوانک نادانم از مسیری که توش قرار گرفته بود کلی کیف میکرد و به مرور زمان پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاشت، تا جایی که وقتی به خودش میاد میبینه در حال معامله مواد مخدر و اسلحه است و با چندین فقر قتل و تجاوز به یکی از خوبای یاخچی آباد اردن تبدیل شده. دنیای جرم و جنایت هم همونطور که در جریانی تهش یا به زندان ختم میشه یا به مرگ. حالا کدومش نصیب آقا احمد داستان ما شد؟
بله دیگه، طبیعتاً زندان. اینطوری که در نهایت گند جرم و جنایاتش در اومد، پلیس اردن هم گیرش انداخت و فرستاد گوشه زندان. زندان جایی بود که احمد فاضل با سلفی‌های آشنا شد که مشغول تبلیغ جهاد و مبارزه بر علیه کفار بودند و به مرور زمان عقایدش رو به رادیکال شدن حرکت کرد. اون تو طول 3 سال حبس بیشتر وقتش رو با همبندی‌های سلفیش میگذروند و مشغول یادگیری آموزه هاشون بود. این اساتید سلفی هم به جرم عملیات‌های تروریستی و افراطی گرفته بودن. اونا هم نامردی نکردن و تا میتونستن زرقاوی رو شستشوی مغزیش دادن و افکار سمی رو بهش تزریق کردن. حالا فکرشو کنید یه جنایتکار شرور وقتی چاشنی عقاید تروریستی هم بهش اضافه بشه میتونه چه موجود پلیدی ازش بسازه و تحویل جامعه بده. در واقع از همین نقطه بود که بهش لقب ابو مصعب الزرقاوی رو دادن و ما هم از اینجای داستان به بعد آقا احمد و ابو مصعب الزرقاوی صداش میزنیم. خلاصه این بابا بعد دوره حبس عقایدش 180 درجه تغییر میکنه تا جایی که وقتی از زندان بیرون میاد فاز پیامبری برمیداره و سعی میکنه تمام رفقای دوران شرارتش رو از این عقاید بهره مند کنه. حتی گفته میشه یه وعده از نمازش هم قضا نمیشد. علاوه بر این شروع کرده بود به حفظ کل سوره های قرآن و احکامش. چون یه مقدارم از قدیم بچه شر و شوری بود، کاریزمای رهبری رو داشت. پس خیلی طولی نکشید که جوانان زیادی دورش رو گرفتن. اون به اطرافیانش مدام این افکار رو تزریق میکرد که هر کس عقاید سلفی نداشته باشه کافره و ریختن خونش جایزه. سلفی هم همونطور که تو ویدیوهای قبلی چند باری اشاره کردم معتقدن که همه چیز باید به سنت‌های پیامبر برگرده و سبک زندگی مدرن امروزی رو از بیخوبان با اسلام ناسازگار میدونن. ابو مصعب هم گشته بود ادی دینی رو پیدا کرده بود که با روحیات شرور و جنایتکارانش سازگاری داشت. یعنی حالا میتونست به راحتی خون افراد بیگناه رو بریزه، تهش هم پشت نقاب بزرگی به اسم دین قایم بشه. 4 ماهی از آزادیش نگذشته بود که برای اولین بار ازدواج کرد. 2 ماه بعدم در حالی که مجاهدین افغان مشغول مبارزه با شوروی بودند، تصمیم گرفت در راه دین سال 1988 میلادی به افغانستان سفر کنه تا دوش به دوش برادران مجاهد کافران رو از بین ببرن. بنابراین اول به پیشاور پاکستان سفر کرد، بعدم خودش رو به افغانستان رسوند. تو افغانستان هم خیلی زود به عنوان مدیر دفتر مجاهدین منصوب شد و واسه خودش برو بیایی داشت. در واقع مسئولیتش این بود که کمک‌های مالی جمع آوری کنه و برای مبارزات جذب نیروی جدید انجام بده. 1 سال بعدم که شوروی بالاخره شکست و پذیرفت و نمه تصمیم گرفت نیروهاش از خاک افغانستان خارج کنه. زرقاوی در طول این 1 سال چند باری با بن لادن ملاقات داشت و اون تونسته بود با رفتار کاریزماتیکش تاثیر قابل توجهی روش بذاره. یعنی نشست و برخاست با بن لادن دلیلی شد تا زرقاوی علاقه زیادی برای ملحق شدن به القاعده داشته باشه. ولی ملحق شدن به گروهک بن لادن همینطوری کشکی هم نبود. قبلش باید کلی دوره میدید. پس بلافاصله به مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان رفت تا تو اردوگاه‌های آموزشی القاعده یه سلسله دوره‌های مربوطه رو ببینه بلکه آماده بشه. منظور از دوره‌های مربوطه هم همون مسائل مرتبط با عملیات‌های انتحاری، نحوه کار گذاشتن مواد منفجره و یا کار کردن با انواع اسلحه هاست. بعد از فارغ التحصیلی هم تصمیم گرفت به کشورش اردن برگرده و به نوعی کم کم شعبه دوم القاعده رو تو قلب خاورمیانه راه اندازی کنه. ولی خب تأسیس یه گروهک تروریستی به همین راحتی هم نبود و طبیعتاً زمان می‌برد. پس اون واسه دستگرمی عضو یه گروه جهادی کوچیک تو اردن به اسم بیت الامام شد. 2 سالی میشد داشتن مقدمات عملیات‌ها و فعالیت‌های تروریستی رو فراهم می‌کردن که نقشه لو رفت و پلیس اردن تو سال 1992 اومد بالا سرشون. بنابراین زرقاوی دستگیر شد و از خونش هم کلی اسلحه و مواد منفجره پیدا کردن. سری قبلی واسش 3 سال حکم بریده بودن، اما این بار چون جرمش سنگین‌تر بود 3 سال شد 15 سال. زرقاوی تو زندان هم حتی دست از شرارت‌هاش بر نمی داشت و انقدری دعوا و درگیری به راه انداخته بود که همه ازش حساب می بردن. 7 سالی به همین منوال گذشت تا اینکه اون تو سال 1999 واسه دومین بار آزاد شد. حالا چرا؟ چون پادشاه اردن مرد و پسرش عبدالله دوم که یه اصلاح طلب تحصیل کرده غرب بود جاشو گرفت. خلاصه این ملک عبدالله به محض رسیدن به پادشاهی فاز روشنفکری برداشت و یه عفو عمومی برای
برای 3000 تا زندانی صادر کرد و خوش به حال زرقاوی و دار و دستش شد، چون عفو پادشاه اونا رو هم در بر میگرفت. توی یه سری از منابع خوندم که نوشته بود زرقاوی بلافاصله بعد از آزاد شدنش، یعنی تو سال 1999 مستقیم به افغانستان رفت و یه سری منابع دیگه نوشته بودن که نه، یه سال تو اردن موند بعد رفت پیش بن لادن. هرچی که از کلا یه سال بینش اختلافه. لینک منابعم تو بخش توضیحات قرار میدم، اگه حوصلتون کشید برید بخونید. حالا هرچی که بود بالاخره زرقاوی یا تو سال 1999 یا تو سال 2000 مستقیم رفت پیشاور پاکستان و از اونجا واسه دیدن استاد بزرگ که بن لادن باشه خودش رسوند به قندهار. یه مدتی رو اونجا به عنوان سرپرست اردوگاه‌های آموزشی القاعده فعالیت داشت تا اینکه دوباره هوس تأسیس یه گروه مستقل واسه خودش هواییش کرد و با خروج از افغانستان این بار به شمال عراق که کردستان باشه رسید. چون اوضاع عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین و حمله آمریکا قمر در عقرب بود و شکاف‌های اجتماعی بین شیعیان و سنیان و کردها شرایط رو فراهم می‌کرد تا زرقاوی به تمام اهدافش برسه. اهدافش هم این بود که ما باید بین شیعه و سنی تفرقه افکنی کنیم و با تمام وجود آمریکایی‌ها و شیعیان منطقه رو از بین ببریم. پس در این حال که با القاعده همکاری می‌کرد واسه خودش هم یه گروهی به اسم توحید و جهاد تشکیل داد. تو این بین بن لادن هم یه سخنرانی تو شبکه الجزیره انجام داد و به مردم عراق گفت که درست صدام خدا رو شکر سقوط کرده، اما آمریکا داره از این موقعیت سوء استفاده میکنه تا راه رو برای تشکیل اسرائیل بزرگ فراهم کنه. پس از تمام برادران جهادی تو سراسر دنیا درخواست میکنم که به عراق برن و بر علیه دشمن مبارزات انتحاری انجام بدن. زرقاوی هم که به نوعی نماینده بن لادن تو عراق به حساب می اومد و تونسته بود واسه خودش اسم و رسمی دست و پا کنه، فرصت و غنیمت شمرد و تو مناطق سنی نشین عراق پایگاه‌های جدید تأسیس کرد تا از بین جوانان افراطی جذب نیرو انجام بده و تشکیلاتش رو قدرتمندتر از قبل کنه. در مجموع میشه گفت این سخنرانی بن لادن و فعالیت‌های زرقاوی بود که اسلامگراهای افراطی رو از سراسر دنیا به عراق کشوند. یعنی از همینجاست که اون بذر اولیه تشکیل خلافت عراق و شام یا همون داعش کم کم داشت کاشته میشد. حالا از اینجای ماجرا به بعد میریم تو فاز آغاز جنایت‌های زرقاوی و اینکه در نهایت چطور کشته شد. اما برای اینکه درک موضوعات براتون کمی راحت تر بشه لازمه یه چند سالی برگردیم عقب و به سال 2001 دقیقاً روز 11 سپتامبر برسیم. دیگه فکر نمی‌کنم حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا تو 11 سپتامبر واسه کسی پوشیده باشه. ما اون ویدیوشو ساختیم و دیدیم که چی شد کار به اینجا کشید و در نهایت بن لادن چطور کشته شد. بعد از عملیات 11 سپتامبر و کشته شدن بیش از 3000 شهروند آمریکایی، ایالات متحده القاعده رو مقصر این فاجعه دونست و به طور جدی مبارزه بر علیه تروریسم رو شروع کرد. عصر بخیر. امروز هموطنان ما، روش زندگی ما، آزادی ما هدف یک رشته حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده و مرگبار قرار گرفت. زندگی هزاران نفر ناگهان با این حملات تروریستی نفرت انگیز به پایان رسید. تصاویر هواپیماهایی که خود را به ساختمان‌ها کوبیدند، آتش‌های شعله‌ور و ساختمان‌های بزرگی که فرو می‌ریختند، ما را دچار ناباوری و اندوهی عمیق و خشمی آرام و سرسختانه کرده. بلافاصله پس از اولین حمله من دستور اجرای برنامه واکنش اضطراری دولت را دادم. ارتش ما قدرتمند و آماده عمل است. جستجو برای پیدا کردن عاملان این اقدامات شرورانه آغاز شده. من به تمام نهادهای اطلاعاتی و نهادهای مسئول اجرای قانون دستور دادم که عامل این حملات را پیدا کرده و مطابق قانون با آنها رفتار کنند. یه نکته ای رو این وسط بگم. من تو ویدیوی بن لادن دیدم که خیلیا تو کامنت ها گفته بودن عملیات 11 سپتامبر برنامه‌ریزی خود آمریکا بود تا خاورمیانه رو غارت کنه. ببینید به نظر من عملیات منهدم کردن برجا ساختگی نبود و واقعا هم اتفاق افتاد. اما آمریکا از فرصتی که براش پیش اومده بود استفاده کرد تا به بهونه مبارزه با تروریسم مشروعیت نفوذ تو خاورمیانه علل خصوص عراق و افغانستان رو داشته باشه. پس خلاصه آمریکا به بهونه مبارزه با تروریسم سال 2002 با یه حمله گسترده افغانستان رو اشغال کرد. رهبران القاعده و طالبان هم که قبل از حمله واسه خودشون کسی بودن، حالا هیچ قدرتی نداشتن و برای اینکه به وسیله نیروهای آمریکایی کشته نشن همگی متفرق شدن. یه عده رفتن به اردن، یه عده عربستان، یه عده فلسطین و الا ماشاءالله. زرقاوی هم همونطور که قبلتر اشاره کردم به شمال عراق پناهنده شد.
شد. ورود ابو مصعب به کردستان عراق دقیقاً مصادف بود با اشغال عراق توسط آمریکا. پس تو چنین شرایطیه که زرقاوی از آب گلالود ماهی میگیره و با شعار مبارزه با آمریکا و جذب جوانانی که کشورشون رو اشغال شده میدیدن، گروهکش رو بزرگتر میکنه. حالا بیاین یکم نقشه رو دورتر کنیم و ببینیم عراق بعد از سقوط صدام و اشغال شدهش توسط آمریکا تو چه وضعیتی به سر میبره. تو مناطق شمالی کردها همدل و همزبون هستن و سالها با صدام مشکل داشتن. الان فرصت رو مناسب میبینن تا اعلام استقلال کنن. شیعیان هم به خاطر وجود اماکن مذهبیشون همچنان احساس یکدلی میکنن، اما سقوط صدام دلیلی شده تا سنی ها قدرت رو از دست بدن و دیگه بینشون هیچ پیوند مشترکی وجود نداشته باشه. بنابراین زرقاوی با ورودش به عراق به راحتی تونست این خلأ رو شناسایی کنه و با شعار مبارزه بر علیه آمریکا و بازگردوندن قدرت به سنی ها 10,000 جوان رو به گروهکش اضافه کنه. بیشتر این جذب نیروها و تأسیس پایگاه‌ها تو 3 استان سنی نشین دیالی، صلاح الدین و الانبار که به مثلث سنی معروفه صورت گرفت. حالا به لطف شعارهای مبارزه با آمریکا و فتوای بن لادن، فوج جوان بود که از داخل عراق و سراسر جهان به این دو گروهک میپیوستن و با رهبر جهادی ها که زرقاوی باشه بیعت میکردن. یه سری از اعضای تیپ توحید و جهاد تو اردن و افغانستان هم بودن که اونا هم سری خودشونو به عراق رسوندن و به گروه ملحق شدن. اینجا بود که زرقاوی وقتی دید دو گروه به اندازه کافی بزرگ شده، برای وحدت بیشتر هر دوشونو با هم ادغام کرد و تو تاریخ 10 اکتبر سال 2004 گروهی به اسم القاعده در بلاد بین النهرین متولد شد. اکثر قبایل گروه‌های سنی تو مبارزه با آمریکا با زرقاوی هم نظر بودن، اما تو کشتار شیعیان با همدیگه اختلاف داشتن و نمیخواستن دست به هموطن کشی بزنن، تا اینکه زور زرقاوی به عنوان رهبر گروه به سایر اعضا چربید و همه در نهایت مجبور بودن از اون اطاعت کنن. دشمنی‌های زرقاوی با شیعیان رو حتی تو نامش به بن لادن هم میشدیم. متن نامه‌ای که ابو مصعب تو سال 2004 به اسامه فرستاده به این صورته: شیعیان دشمنی کینه‌توز، حیله‌گر و انتقامجو هستند. آنها فرقه خیانتکار و منافقند که در طول تمام تاریخ اسلام برای اهل سنت دردسر تراشیدند. من بارها گفتم که تنها راه حل ما ضربه زدن به مردم و نیروهای نظامی آنهاست تا اهل سنت بتوانند نفس راحتی بکشند و ما تا جایی پیش برویم که آنها تسلیم سنی ها شوند. دقیقاً 1 ماه بعد از ارسال این نامه بود که تو تاریخ 2 مارس 2004 همونطور که اول ویدیو گفتم 5 انفجار تو اطراف کربلا و کاظمین رخ داد و در روزی که مردم مشغول برگزاری مراسم عاشورا بودند، انفجارها جون بیش از 275 نفر رو گرفت و بیش از 750 نفرم مجروح شدند. این عملیات اولین کشتار افراد بیگناه بود که با اون یه جورای القاعده عراق داشت به صورت رسمی عرض اندام میکرد. عملیاتی که از طرف زرقاوی برنامه ریزی شده بود تا دست روی نقطه ضعف شیعیان بذاره و با متحد کردنشون این طرف سنی ها هم زیر منگنه قرار بده تا چاره ای جز پیوستن به گروهش رو نداشته باشن. من این ادعای خودم رو میتونم با نامه دوم زرقاوی به بن لادن اثبات کنم. زرقاوی تو نامه دومش اینطور نوشته بود: اگر در کشاندن شیعیان به میدان جنگ فرقه‌ای موفق شویم، این امکان فراهم خواهد شد تا اهل سنت به خواب رفته را بیدار کنیم. در این صورت آنها خطر نابودی قریب الوقوع به دست شیعیان رافضی را احساس خواهند کرد و به صفوف ما ملحق خواهند شد. یعنی اینکه زرقاوی به بن لادن میگفت اگه که ما این جنگ فرقه‌ای رو به راه نندازیم، سنی‌ها کنار همدیگه جمع نخواهند شد و در این صورت از ما هم حمایت نخواهند کرد. پس با این اوصاف به سرعت دشمنی بر علیه شیعیان تو سراسر کشور شروع شد. القاعده تو قدم اول بمبگذاری تو اماکن مذهبی رو شروع کرد و تو قدم بعدی به سراغ بمبگذاری تو شهرهای شیعه نشین رفت. تو قدم سوم هم اماکن شلوغ مثل بازارها. علاوه بر این سنی‌های افراطی هر جای کشور که میتونستن شیعیان رو گیر می آوردن و با بیرحمی تمام میکشتنشون. اما نقشه ها و پیش بینی های زرقاوی تا اینجای کار درست از آب در نیومده بود، چون شیعیان نسبت به سنی ها هیچ واکنشی نشون نداده بودند تا اینکه تو 22 فوریه سال 2006 گروهی از اعضای القاعده با لباس نیروهای تکاوری عراق
وارد حرم امامین عسکرین تو سامرا شدن و بعد از خلع سلاح کردن نگهبانانش بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره تو مرکز حرم قرار دادند و گنبد طلاییش رو منفجر کردند. انفجاری که تأثیر عمیقی بر جامعه شیعه گذاشت و صبرشون به سر اومد. در این شرایط مرجع شیعیان عراق یعنی آیت الله سیستانی وارد عمل شد و یه بیانیه صادر کرد. بذارید یه سری از بخشای مهم این بیانیه رو براتون بگم. دولت عراق امروز بیشتر از همیشه باید توانش را به کار گیرد تا اعمال جنایتکارانه‌ای که مقدسات را هدف قرار داده از بین برن. اگر خدمات امنیتی آنها در ارائه حفاظت لازم تعلل کنند، آنگاه مؤمنان با کمک خداوند قادر به انجام این کار خواهند بود. یعنی خیلی ساده بخوام بگم، به دولت عراق میگفت که یا این بند و بساط رو جمع کنید یا اگه نمیتونید ما بیایم وسط رو به روش خودمون حلش کنیم. همین اتفاق کافی بود تا جنگ داخلی تو عراق شروع بشه. یه طرف دولت عراق بود، یه طرف شیعیان، یه طرف سنی‌ها و یه طرف هم قدرت‌های خارجی مثل ایران و آمریکا. حالا زرقاوی به تمام چیزهایی که می‌خواست رسیده بود. نیروهاش هم با تصاحب یک سری منابع نفتی از طریق قاچاق نفت ثروت هنگفتی رو به گروه تزریق می‌کردند. حالا زرقاوی انقدری منابع مالی داشت که حتی هر از گاهی به بن لادن و گروهکش هم کمک میکرد. پول و نیرو باعث شده بود حتی به مبارزه بر علیه نیروهای آمریکایی بپردازه. هر جایی هم که آمریکایی گیرش میافتاد سرش از تنش جدا میکرد و فیلمش رو هم تو رسانه ها پخش میکرد تا بقیهشون درس عبرت بگیرن. در واقع این زرقاوی بود که پخش کردن فیلم‌های این چنینی رو تو رسانه ها مد کرد و بعدها می‌بینیم که داعش چقدر از جنایاتش میاد و فیلم منتشر میکنه. خلاصه که زرقاوی حسابی برای شهروندان و نیروهای آمریکایی درد سرساز شده بود. هیچ ابایی هم از به نمایش گذاشتن خشونت‌هاش نداشت تا اینکه تو تیررس دولت آمریکا قرار گرفت و به یکی از تحت تعقیب‌ترین افراد جهان تبدیل شد. اولش شکار زرقاوی واسه نیروهای آمریکایی خیلی ساده به نظر می‌رسید. یه چند باری هم سعی کردن با یه سری عملیات‌های غیر حرفه‌ای گیرش بندازن، اما هر بار به در بسته خوردن و مرغ از قفس پرید. تا اینکه آمریکا دید اینطوری نمیشه، پس اومد 25 میلیون دلار برای کسی که از زرقاوی اطلاعات بیاره جایزه در نظر گرفت و همین جایزه خیلی با ارزش مسیر رو براشون هموار کرد تا نه زرقاوی بلکه رد یکی از همراهانش رو بزنن. با دستگیر کردن این بابا متوجه شدن که زرقاوی تو 8 کیلومتری شمال شهر بعقوبه زندگی میکنه. خود بعقوبه هم تو یکی از شهرهای استان دیالیه و شمال شرقی استان بغداد قرار داره. جالبه که خونه زرقاوی فقط 19 کیلومتر تا ستاد نیروهای آمریکا فاصله داشت. بنابراین بعد از 2 هفته تحقیق و تفحص وقتی از محل دقیق اختفای زرقاوی باخبر شدن، یه هواپیمای جنگی به طرفش به حرکت در اومد و با 2 تا بمب هدایت شونده خونه رو سرش خراب کردن. گفته میشه نیروهای آمریکایی وقتی رسیدن بالا سرش همچنان زنده بوده تا اینکه دقایقی بعد جونش از دست داد. ظاهرا تو این خونه علاوه بر زرقاوی 3 زن و 3 مرد دیگه زندگی میکردن که همگی در جا کشته شدن. بن لادن بعد از مرگ زرقاوی اینطور گفت: اون شهسوار و شیر میدان جهاد بود و حیف که برادری مثل اون از دست دادیم. اما سوال مهمی که این وسط پیش میاد اینه که بعد از مرگ زرقاوی چه بلایی بر سر گروهکش اومد؟ آیا القاعده عراق هم نابود شد؟ باید بگم که نه. بعد از مرگ اون بن لادن دستور داد که ابو ایوب مصری جانشینش بشه. مصری که حالا نماینده بن لادن تو عراق محسوب میشد، با چند تا گروه اسلامگرای دیگه ائتلاف تشکیل داد و از دل این ائتلاف یه گروه جدید به اسم دولت اسلامی عراق بیرون اومد که همون داعش معروف خودمونه. رهبری این تشکیلات جدیدم به یه مبارز سلفی به اسم ابو عمر البغدادی سپرده شد. فقط این نکته رو بگم که این بابا رو با ابوبکر البغدادی رهبر معروف داعش اشتباه نگیرید. این ابو عمر البغدادیه، اون ابوبکر البغدادی. پس حالا ما یه بار دیگه 2 تا گروه جهادی تو عراق داریم، یکی دولت اسلامی و یکی القاعده عراق که اتفاقا متحد هم هستن و رابطه خوبی هم با هم دارن. این 2 تشکیلات در کنار همدیگه شروع به عملیات‌های تروریستی جدید کردن و تا میتونستن خرابکاری به بار آوردن، از انفجار شهرها گرفته تا کشتار سربازهای آمریکایی. اما هرچی که کار جلوتر رفت، القاعده قدرت و نفوذش کمتر شد و دولت اسلامی قدرتش بیشتر.
چون بالاخره هرچی باشه رهبر القاعده متولد مصر بود و نماینده بن لادن که خارجی محسوب میشد، اما ابو عمر البغدادی متولد خود عراق بود و سلفی ها بیشتر قبولش داشتن. بنابراین به مرور زمان القاعده هم رفت زیر پرچم دولت اسلامی و داعش تنها قدرت تروریستی موجود تو عراق شد. در نهایت هم هر دو رهبران گروه‌های جهادی یعنی ابو عمر بغدادی و ابو ایوب مصری توی عملیات مشترک به وسیله نیروهای عراقی و آمریکایی تو سال 2010 کشته شدند و اینجا بود که ابوبکر البغدادی معروف زمام امور دولت اسلامی رو به عهده گرفت که داستان زندگی و نحوه کشته شدن اون اگه مشکلی از جانب یوتیوب نباشه تو ویدیوی بعدی خواهیم ساخت. مرسی که ما رو تا انتهای ماجرا همراهی کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه نظراتتون این زیر برام بنویسید تا تو کامنت ها با هم گفتگو کنیم.